رضای رب العالمین چاره جز تسلیم نداشت. مصداق آیه و انتم حینئذ تنظرون قرار گرفت. تکتاز دنیا حضرت عزرائیل علیه السلام را با لشکری خیلی عظیم مشاهده کرد که به سویش حمله آور شد. 4 طرفش سنگر گرفتن، شمال، جنوب، شرق، غرب، جلو، بالا. دیگر راه فرار نبود و هیچ کس هم قوه و قدرتش نمی رسید که این را بالاخره نجات میداد. همون عمری که خدای رؤوف و مهربان در کتاب لوح المحفوظ نسبت به ایشان رقم زده بود، دیروز ساعت 12 روز پنجشنبه مایل به روز جمعه فرا رسید. و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب. اون چیزی که در کتاب لوح المحفوظ رقم خورده بود امروز متحقق شد. امروز عزیزان دل ثابت شد. از این لحاظ حالا حقوق الله عرضم به حضور شما که هر چی بود از طاعت و عبادات، بندگی و بردگی، ظن المؤمنین خیرا، ما نسبت به مؤمنین و مسلمین گمان خیر داریم. قاضی به ظاهر قضیه قضاوت میکنه، فتوا میدهد، باطینش خدا میداند، باطینش دست خدا هست. از لحاظ ظاهری عزیزان دل با خدا راست بود، کجی نداشت، مشکل نداشت. در احکامات خدای رؤوف و مهربان طبق سنت سنیه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اونطوری که باید و شاید مشکلی را مشاهده بکنیم نکردیم. الانسان مرکب من النسیان والخطا. اگرچه انسان بالاخره از خطا و بالاخره فراموشی بری نیست، پاک نیست، اما فقط به گردنش مانده است. عرضم به حضور شما که حقوق العباد، حق بندگان خدا. اگر کسی از این مادر عزیزان دل طلبگاری هست، قرض بالاخره هست، طلبی دارد از این، یا شاید در این سینی که بالاخره 130 سال یا به اصطلاح بالاخره شناسنامه 116 سال عمر داشت، شاید فراموش کرده باشد، در ذهنش نمانده باشد. اگر کسی از این طلبگار هست، دوستانش، عزیزانش، فرزندانش همینجا هستند، حاضر هستند که پاسخ شما را بدهند. می توانید در حضور شاهدین جلو بیایید، اعلان بکنید تا بالاخره تشییع جنازش به نوع احسن سپری بشه. این را از یاد نبرید. وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجره. فرصت تفسیر نیست اما اشاره میکنم. وقتی که برنامه بالاخره کبرای قیامت فرا میرسد، انسانیت و بشریت زنده میشوند و آخرین شدیدترین عذاب و مشقت انسانیت عبور و مرور از پل صراط است. یک گروه را میبینید که وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره، هنگامی که وارد پل صراط میشوند شادمان و خرم و فرحان و مسرور هستند و چهره هایشان مثل آفتاب و مهتاب از نور ایمانی و از طاعت و عبادت و بندگی و بردگی خش درخشان و تابان هستند. و مصداق آیه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، بر اثر رکوعها، بر اثر سجدهها، بر اثر اذکار، بر اثر تسبیحات چهره هایشان درخشان و تابان